السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما آرنولد فاندورن است. من 48 ساله هستم. 2 سال پیش مسلمان شدم و این واقعه در اپریل 2012 بود. در واقع بهترین تصمیمی بود که در زندگی خود اتخاذ کردم و من از این فرصتی که دست داد و این فیصله خود و از هدایتی که الله سبحانه و تعالی نصیب ما گردانید خوش هستم. بعد از این وقت و بعد از مسلمان شدنم و بعد از مدتی که در اسلام سپری کردم، زندگیم به شکل اساسی و اتومات در جهت مثبت دگرگون شد. پیش از مسلمان شدن چیزی درباره اسلام نمیدانستم. تمام آنچه که درباره اسلام میدانستم عبارت بودند از چیزهایی که از رسانه‌های هالندی فرا گرفته بودم و معلوماتی که از سیاستمداران هالندی و غربی آموخته بودم و این آموزه ها همگی و همیشه آموزه های منفی بودند. اسلام به اساس برداشت و اعتقاد غربی زشت و خطرناک و تهدیدی است برای جوامع. مسلمان ها به زنان ستم روا می دارند و مسلمان ها همه تروریست هستند و من شرمنده هستم از اینکه بگویم من این حرفا را باور میکردم و این بر من عذر نیست و من از معتقدات و افکار سابقیم در مورد اسلام خجالت میکشم و من معتقد هستم علی الرغم آنچه که ما در رسانه‌های غربی میخوانیم و میشنویم یا آنچه که سیاستمداران میگویند، ما مسئول شناخت و معلومات ما هستیم. من در گذشته اشتباهات زیادی را مرتکب شدم و یک بار دیگه از شما به سبب اشتباهاتم پوزش میخواهم. ما وابسته به یک خانواده هالندی دارای زندگی ساده و متوسط هستم. خانواده‌ای که بزرگ بوده و متشکل از 7 نفر است و 5 تن ایشان اطفال هستند و من پسر بزرگ خانواده بودم. جوانی ما خیلی قشنگ و گرم بود و پدر مادر ما دارای فکری باز بودند و اونا مسئول افکاری نبودند که من درباره اسلام داشتم. زیرا من در یک خانواده محافظه‌کار مسیحی بزرگ شدم که عقیده داشت باید به ادیان و فرهنگ‌های دیگر احترام قائل بود و والدین من هر آنچه که در توان داشتند انجام دادند، اما بدون شکی کافی نبود و نیروی کافی برای مقابله با این معلومات به من نمیداد. معلوماتی که از رسانه‌ها دریافت می‌کردیم و از تلویزیون‌ها در مورد اسلام مشاهده می‌کردیم و این یک نوع هراس از اسلام ایجاد می‌کرد. واضح بگویم یک نوع گرایش جهانی علیه اسلام مشاهده کردیم و در نتیجه من هم به این فکر افتادم که باید کاری به ضد دین شریر بکنم. بله، همین قناعت من پیش از 10 سال بود و این تصمیم برای حفاظت جامعه خود از این شر و این خطر گرفتم. همین بود که به حزب هالندی PVV شامل شدم. حزبی که دشمن اسلام است و از این دین نفرت داره و رهبری حزب خیرت فیلدر که شخص مشهوری است به عهده داشت و او پیشوای ما بود و ما او را قهرمان می‌دانستم، زیرا او برای حفاظت آزادی ما با اسلام مقابله می‌کرد و همیشه فکر می‌کردم که این شخص همان الگویی است که باید از او پیروی کنم و او برای من نمونه‌ای بود که باید دنبالش می‌رفتم و به این دلیل من در آغاز به حیث یک عضو رضاکار در حزب اشتراک ورزیدم و بعد از چند سال من مشاور سیاسی بسیار مهم برای خیرت فیلدر شدم. من نه تنها مسئول تولید فیلم فتنه بودم، بلکه امر ترویج و انتشارش در تمام دنیا هم به دوش ما بود. من از گفتن این سخن خجالت میکشم، اما به این کار خود افتخار میکردم و من فکر میکردم که کار خوبی انجام میتم. من فکر میکردم که برای عدالت مبارزه میکنم و من حقیقتا عقیده داشتم که هدف زندگی ما است و من به مردم میگفتم به ما بپیوندند و مدعی بودم که حزب همه مشکلات حل میکنه و بر ضد اسلام میجنگه. اگر آن روز کسی به من میگفت که من امروز به حیث یک مسلمان در برابر شما ایستاد خواهد شدم، برش میگفتم تو دیوانه هستی. من هرگز چنین حالتی را گمان نمیکردم، اما اینک من اینجا هستم و این چیز بسیار خوب است و من خوشحال هستم. من حال از مسیر خود برای رسیدن به اسلام براتان قصه میکنم. بسیاری از مردم که پیام مرا با کلمه شهادت در توییتر دیدند گفتند دو مسلمان شده. این ناممکن است. امکان نداره در 24 ساعت مسلمان شوی. چنین چیزی واقعی نمیشه که ناگهان صبح از خواب بیدار شوی و بگویی من مسلمان شدم.
طبعا چنین چیزی واقعی نمیشه. ما تقریبا 1.5 ساله در این سفر سپری کردم. این ماجرا پیش از چندین سال آغاز شد، زمانی که ما عضو فعالی در حزب PVV با خود فکر میکردم چطور ممکن است شمار بزرگی از مردم جهان 1.2 میلیارد از بشر مسلمان باشند و اونا سعادتمند به نظر میرسند. این چگونه ممکن است؟ آیا اینها واقعا گمراه هستند؟ واقعا من نمیتونستم میره درک کنم و من شروع کردم به شک کردن در مورد آنچه راجع به اسلام میخواندم یا میشنیدم و با خود گفتم ممکن نیست اسلام حقیقتا بد یا شر باشه، ممکن است خطرناک یا غلط باشه. افکارم شروع شد به تغییر خوردن. من هیچ وقت مسلمانان را آزمایش نکرده بودم، اما من همیشه سیاستمداری بودم که از اسلام ترس داشتم. برخی از دوستایم برم گفتند تو اشتباه میکنی، تو باید بیشتر در مورد اسلام مطالعه کنی، به یک مسجد برو و با یک امام صحبت کو. من گفتم نه من هرگز به این جاهای بد نمیرم و با این اشرار صحبت نمیکنم، شاید اونا مرا بکشند، من نمیدانم. من در او وقت فکر میکردم رفتن به یک مسجد بسیار خطرناک است. اگر در یک مسجد رفتی تو را میکشند و نمیگذارند سالم برون شوی. طبعا این یک چیز خنده‌آور بود، اما دائم در ذهن من چیزی بود که میگفت من نمیدانم. شروع کردم به شک کردن درباره این معلومات اسلام دشمنانه که به مردم پیشکش میکردیم. واقعا نمیدانم ماجرا چگونه آغاز شد، اما در نزد ما این شک‌ها پیدا شد و این احساس قویتر و قویتر میشد و من این را نمیفهمیدم. اما تا یک وقتی گفتم خیلی خوب، من از این فرصت استفاده میکنم، زیرا یکی از بهترین دوستایم که هنوز هم از بهترین دوستایم میباشه مسلمان است و او به من گفت باور نخواد بکنی اما من برای تو یک وقت در مسجد گرفتم. برش گفتم نه لطفا این کار نکو، من نمیخوایم به مسجد بروم. اما او گفت با ما به مسجد بریم، من از تو حمایت میکنم. گفتم خیلی خوب، ما موافق هستم، چرا که او دارای شخصیت قوی بود. با او گفتم با تو میرم، اما فقط برای 5 دقیقه. و من با او به مسجد رفتم. مسجدی بود از اهل سنت در ناحیه دینهگ و مسجد بزرگی بود. من در حقیقت شگفت زده شدم، زیرا مردم در اونجا با ما بسیار مهربان بودند. امام مسجد نزد ما آمد و دست ما گرفت و گفت خوش آمدید و من به چشمایش دیدم و فهمیدم که او صادق است. راستش لحظه عاطفی بود. گفتم چگونه ممکن است اسلام بد و زشت و وحشتناک باشه؟ با وجود همه آن چیزهایی که علیه اسلام گفتم و اعمالی که حزب انجام داد، چگونه ممکن است این امام اقدر مهربان باشه و چگونه با ما در مسجد خوش آمدید میگه و استقبال میکنه؟ براستی من نتانستم این موضوع را درک کنم. همه چیز اسرارآمیز بود. میخواستم پس بگردم و بروم، زیرا ما فکر کردم این چیز خوبی نیست. نه یقینا چیز خوب نیست. اما ما برنگشتم، به مسجد داخل شدم. امام برای ما قهوه و چیزی برای خوردن پیش کرد، اما ما با او گفتم ما باید بروم. برای من ممکن نیست که حد اکثر بیش از 5 تا 10 دقیقه اینجا باشم، زیرا ما برنامه‌های زیادی دارم. طبعا دروغ میگفتم، فقط میخواستم بروم. اما در نهایت 1 تا 2 ساعت اونجا ماندم و پای در پای در مورد اسلام گپ میزدیم، در مورد پیامبر صلی الله علیه وسلم، در مورد قرآن، در مورد سنت، در مورد حدیث و با ذهنی مملو از افکار اونجا را ترک کردم. کمی سردرگم بودم، مستقیما به خانه نرفتم. 1-2 ساعت قدم زدم، تنها به این فکر میکردم که چی واقع شد. چطور ممکن است این مردم اینقدر مهربان باشند؟ چرا میخواهند مرا کمک کنند؟ چرا اینقدر مهربان هستند؟ این وضع کاملا مخالف آن چیزی بود که درباره اسلام آموخته بودم. و زمانی که به منزل برگشتم گفتم این خوب نبود. این تماما همان چیزی است که پیش از این مرا از او ترسانده بودند، که اینا به عقل تو داخل میشن و تو را وادار میسازند که فکر کنی اسلام چیز خوب است. گفتم خیلی خوب، من موضوع را فراموش میکنم، چرا که در این ماجرا اشتباهی وجود داره. شاید تو را دماغشویی کردند. و من به خانه رفتم و کوشش کردم تمام این واقعه را
و همه سخنان زیبایی را که امام گفته بود فراموش کنم و نیز همه چیزهای زیبایی را که درباره اسلام شنیدم از یاد ببرم. و تقریبا بعد از 1 یا 2 هفته با خود گفتم این اولین و آخرین دیدار ما از مسجد خواهد بود. من هرگز اجازه نمیتم مرا دماغشویی کنن، اما پیوسته چیزی را داخل قلب و داخل روح خود احساس میکردم. در درون ما آتشی شعله‌ور شده بود که خاموش نمیشد. با وجود همه تلاش‌هایم این آتش خاموش نشد. این شک‌ها در دلم باقی ماندند. ما واقعا بسیار کوشش کردم این افکار از خود دور کنم، اما تلاش‌های ما کامیاب نشد و سرانجام بعد از چند هفته باز به مسجد رفتم. به امام گفتم بسیار خوب، جناب عالی چیزهای درباره اسلام گفتین، زیادتر درباره اسلام بر ما بگوین. نزد ما بعض شک‌ها وجود داره. در واقع پرسش‌های زیادی نزد ما وجود داشت، پرسش‌های آماده. ممکن 90%. با خود گفتم من یقین دارم وقتی که به مسجد برمیگردم بعد از 1 ساعت بر ما روشن خواهد شد که من حق به جانب هستم و ای که اسلام بد است و غلط است. درست همون قسمی که همیشه فکر میکردم، اما این واقعی نشد. من باز تقریبا 2.5 ساعت در مسجد ماندم. امام برای من نسخه از قرآن داد که ترجمه آلمانی داشت و به من گفت اگر وقت داری ای را بخوان، حتی برای 5 دقیقه و حتی اگر 1 صفحه کوشش کو بخوانی. این مهم نیست از کجا شروع میکنی، از وسط، از آخر، از ابتدا، فقط به خواندن شروع کو. قرآن را گرفتم و به منزل رفتم. گفتم این خوب است، چرا که ما فقط میخوایم در مورد اسلام بیشتر بدانم، لیکن نه برای اینکه میلی در مسلمان شدن داشته باشم. طبعا چنین قصدی ندارم، فقط برای اینکه میخواستم بیشتر بدانم. ای که شک‌های مرا تحریک میکردن و من کنجکاو شده بودم. میخواستم بیشتر بدانم و خواندن شروع کردم و هر قدر که میخواندم و هر باری که با امام و مسلمانان دیگر صحبت میکردم شک‌های من نیرومندتر و نیرومندتر میشدن و هر بار این احساس نزد من قویتر میشد که من اشتباه میکردم و حزب من هم اشتباه میکرد و در خطا بود و خردفل در هم اشتباه میکرد و بسیاری از مردم رسانه‌ای و همچنین سیاستمداران در جهان غرب همگی در برخوردشان با اسلام در خطا و اشتباه بودند. مشکل است، من نمیدانم چطور به شما شرح بدم. وقت زیادی سپری شد تا درک نمایم که اسلام دین بسیار زیبا و بسیار حکیمانه است و راه حلی است برای اکثریت مردم. اما در بین آن وقت و این وقتی که من حالا مسلمان هستم 1 سال گذشت، 1 سال پر از فراز و نشیب. گاهی می گفتم نه من اشتباه میکنم، گاهی می گفتم نه اسلام زیباست. باز من چند ماهی در مسجد نرفتم، زیرا مردم به ما گفتند اونجا نرو و من بار دیگر گپ اونا را باور کردم. شیطان در هر جا وجود داره. من او وقت این مطلب درک کردم، لکن هنوز هم به هر اندازه که زیادتر درباره اسلام می آموختم و می خواندم به همون اندازه به زیباییش پی می بردم و درک می کردم که من چطور گمراه بودم. احساس می کردم راه از پیشم گم شده و نمی دانستم و کدام جهت ارتباط دارم. من مسلمان نبودم، اما من دیگه مثل گذشته مسلمانا را بد نمی دیدم. من احساس کردم که دیگه با او حزب ارتباط ندارم و وابسته نیستم. من را گم شده بودم. من در این وقت کم افسرده بودم، زیرا همه او چیزهایی که سالها با اونا عقیده داشتم و برای من واضح و روشن بودند آشکار شد که همه غلط بودند. تمام افکار گذشته ما در مورد اسلام و ای که ای دین زنها را سرکوب میکنه و ای که مسلمان ها بد و تروریست هستند، همه این افکار
برای من غلط ثابت شدند و من واضح شد که من در راه غلط روان بودم و این مردم در راه غلط روان بودند و افکار غلط نشر می کردند. و بعد از 1 سال و شاید هم بیشتر 1.5 سال بعد دریافتم که این دین همیشه زیبا بوده و به صلح و حکمت دعوت میکنه و مردمی که با اونا ملاقات کردم بسیار مهربان بودند و هر چیزی که برای ما گفتند به حیث یک فرد با ما خیلی سازگار است و من این چیزها را در قلب خود احساس میکنم. این دین زیباترین و درستترین و مهربانترین دین است و بعد از او در اپریل 2012 در مسجد دنهیگ کلمه شهادت خواندم، در مسجدی که من قبلا ازش نفرت داشتم، در مسجدی که همیشه فکر میکردم مرکز بدی هاست و اینک من اینجا هستم.